ماهی انتخاب سالم برای مصرف روزانه. ماهی سرشار از امگا 3 و برای قلب مفید. سلام دوستان گلم، حال شما چطور؟ خوب هستید؟ امروز تصمیم گرفتیم به انتخاب همسرجان برای شام ماهی درست کنیم که اینجا من چون تجربه نداشتم از خود ماهی فروش کمک گرفتن که برای من این انتخاب کرد. و دوستان گلم، مواد داخلی و سس ماهی عبارتن از آب لیموی تازه، روغن، پودر پاپریکا، نمک و 2 حب سیر و همراه فلفل سیاه. اینا رو کلا با هم مخلوط کردم و ماهی رو شستیم و ماهی رو به تیکه‌های کوچیک روی خود بدن ماهی گذاشتم و اینجا میبینید که داخل سینه فر من از سیب زمینی و پیاز استفاده کردم برای خوش‌طعم شدنش و این سس رو کلا به خورد تمام ماهی دادم و تیکه‌های لیمو رو داخل جایی که برش زده بودم گذاشتم، داخل جای برش زده ماهی و داخل شکم ماهی که خالی هست و چند حب سیر سالم گذاشتم برای اینکه بوی نفت و کلا بوی ماهی از بین بره و اینو برای چند ساعت گذاشتید داخل یخچال. و اینجا داخل ظرف شیشه‌ای و ظرف کوچیک داخل فرن گذاشتم که راحت‌تر و خوبتر پخته بشه و همون مواد گذاشتیم کنار و هر قسمتی که جا داشت گذاشتیم و دوباره لیمو رو داخل شکم و جای برش زده ماهی گذاشتم و من اینجا از کره به خاطر خوش‌طعم شدن ماهی استفاده کردم که داخل شکم ماهی و هر قسمتی که جای داشت برای خوش‌طعم شدن ماهی استفاده کردم. ماهی سیستم ایمنی بدن را قوی تر می کند. دوستان عزیز، خوردن ماهی برای مغز و حافظه کمک می کند. حتما در ماه 1 بار الا 2 بار از ماهی برای خانواده درست کنید که مخصوصا کودک‌ها که براشون خیلی مفید دوست دارن. و اینو گذاشتم بعد اینکه آزش داخل فرن و با مدت نیم ساعت تا 45 دقیقه که قشنگ خوب پخته بشه. و اینجا می‌بینید که دوستان گلم چجوری کلا دیگه ماهی کلا پخته شد و اون چیزی که میخواستم درست شد. برای من یکم برشته تر بود چون خودم میخواستم برشته تر بشه و مدت زیادتر داخل فرن گذاشتم. و دوستان گلم ممنونم که تا آخر ویدیو با ما همراه بودیم. تا ویدیو دیگر خدا نگهدار.